سلام. اول از همه بگم که چرا واتیکان شد و بعد بریم سراغ ساختار درونی و بیرونی و چند تا از رازها و تمام جزئیاتی که هر کسی راجبش نمیدونه. پایتخت کلیسای کاتولیک به محل اقامت پاپ با مساحت زمینی بسیار کوچیک که به راحتی میتونید توی 40 دقیقه کلش رو پیاده بچرخید به وجود اومده و الان واسه خودش یک کشور مستقل محسوب میشه. واتیکان سیتی پادشاه کاملا ناشناخته‌ای داره. پاپ به عنوان اسقف تمام کاتولیک‌های روم شناخته میشه و در واقع به دلیل اینکه اسقف روم خود پاپه تخت اون ویژه است و نام ویژه‌ای داره به اسم سریر مقدس. هرگاه یه پاپ بمیره یا بازنشسته بشه یه نوع بازی تاج و تخت دارن که برنده جایگاه اسقف اصلی رو تصاحب میکنه. بعد از روی کار اومدن موسولینی با شنیدن شکایت پاپ به کاتولیک ها درباره فتح کشورش و زندانی شدنش در پشت دیوارهای واتیکان، موسولینی فکر کرد که میتونه با انجام معامله‌ای برخی از امتیازات سیاسی رو به دست بیاره. توافقنامه‌ای امضا شد که ایتالیا قبول کرد زمین واتیکان رو به پاپ بده و در ازای سختی‌های این 60 سال و بعد از روی کار اومدن 5 تا پاپ مبلغی به عنوان غرامت به پاپ بپردازه و در مقابل پاپ پذیرفت که کشور ایتالیا رو به رسمیت بشناسه و در مسائل سیاسی و جنگ‌ها بی‌طرف باشه. بعد از امضای این توافقنامه کشور جدیدی به نام واتیکان به عنوان واتیکان سیتی متولد شد که روی تپه‌ای قرار گرفت و همه چیزهایی که یک کشور باید داشته باشه رو داره. دولتی که قوانین خودش رو وضع میکنه و توسط پلیس خودش اجرا میشه، زندان، داروخونه، بانک و استامپ و برای اتومبیل پلاک کشور خودش رو داره. حالا بریم سراغ پادشاه که انتظار نمیره انقدر ناشناس باشه، ولی دلیلش اینه که پاپ و پادشاه یکی هستن و وظیفه هر دو گردن یه نفره و به خاطر همینه که اصلا سازمان ملل واتیکان رو به عنوان یک کشور واقعی به رسمیت نمیشناسه. اسقف یا پاپ اصلی که سریر مقدس نامیده میشه به شهروندا پاسپورت میده که بقیه کشورها اون رو قبول دارن و جالبه بدونید که هر فرد با تولدش شهروندی همون کشور رو میتونه بگیره، ولی واتیکان اینجوری نیست. تنها راهی که بتونین شهروندی این کشور رو بگیرید اینه که پادشاه واتیکان شما رو به عنوان شهروند محسوب کنه که اونم در صورتیه که واسه پاپ کار کنی که میشه همون پادشاه. اگه شغلتو ترک کنی شهروندیت هم لغو میشه. اصلا واسه همینه که واتیکان جمعیت واقعی دائمی برای آمارگیری نداره. چرا اینجا اهمیت داره؟ یعنی چرا واتیکان اهمیت داره و چرا این کلیسا اینجاست اصلا؟ به خاطر وجود مقبره پتروس حوالی اصلی مسیح که حدود سال 60 میلادی میاد به شهر روم و اینجا به شکل برعکس به صلیب کشیده میشه. چون پتروس میگفته که من لیاقت ندارم مثل سرورم عیسی به صلیب کشیده بشم، نرون شهر روم رو به آتیش میکشه و گناه رو گردن مسیحی‌ها میندازه و پتروس که رهبر مسیحی‌ها بود رو در نهایت به صورت برعکس به صلیب میکشه و توی یه قبرستانی که کنار سیرک نرون بوده دفنش میکنه و بعدها روی همون مقبره این کلیسای سن پیتر رو میان میسازن. سن پیتر حواری اصلی حضرت مسیح. یه حکمی دارن که برای سن پیتر تو همه کتب انجیل نقل شده که یه جایی بعد از اینکه حضرت عیسی از صحابینش چند سوال میپرسه به شمعون رو میکنه و میگه تویی پتروس و من کلیسایم را روی این صخره بنا خواهم کرد، که داخل گنبد کلیسا که 42 متر قطر داره و کتیبه رو به زبان لاتین با حروف طلایی دور گنبد نوشتن که مهمترین حکم ولایت عهدی پتروس هست و همه پاپ ها و جانشینان پتروس هستن که به همه مسیحیان ولایت دارن. و یه روایت دیگه که توی انجیل اومده اینه که حضرت عیسی به شمعون یا همون پتروس میگه که من کلیدهای آسمان یا ملکوت رو در دست تو قرار میدم، که توی مجسمه مشخصه و توی پرچم واتیکان هم اون دوتا کلید هست و حتی ترکیب این کلیسا و میدونش شکل یک کلیده. پرچم مربعی واتیکان نصفش سفیده نصفش زرده که تو قسمت سفیدش 2 تا کلید مخصوص پاپ و یه روبان قرمز مخصوص لباس پاپه که هر دوشون نماد کشور واتیکانه. کلید زرد قدرت معنوی پاپ و کلید نقره قدرت دنیایی و مادیشونه.
در داخل موزه واتیکان پشت قسمت آسمان توی کلیسا که محراب اصلی کلیسا میشه که اونم شاهکار برنینی هست، در سمت طلایی که تمام مجسمه فرشته ها و قدیسین هست، دور تا دور یه نوره که یه پرنده وسطش قرار داره. تو مسیحیت اعتقاد به تثلیث دارن، یعنی خداوند به 3 شکل وجود داره: خدای پدر در آسمان، خدای پسر عیسی و روح القدس که به شکل نوریه که در قلب مؤمنین میتابه و به شکل پرنده کلا نشونش میدن. که زیرش یه صندلی هست که پایه های اون صندلی رو 4 نفر گرفتن. کلیسای جامع توی انگلیسی کاتیدرال نامیده میشه که از کلمه کاتیدرال به معنی صندلیه، صندلی که اسقف روش میشینه که هر شهری یه دونه کاتیدرال یا کلیسای جامع خودش رو داره. اون صندلی سن پیتر به عنوان اولین پاپ که 4 تا آبای کلیسا، پدران کلیسا، زیر پایه های اون صندلی رو گرفتن و در زیر اون کبوتر و نوری که از جانب خدا داره میاد طراحی و نصب شده. در بالای اون صندلی 2 تا فرشته به شکل بچه هستن که یکیشون داره تاج پاپ رو میاره، تاج 3 طبقه‌ای که پاپیپوس 16 هم سرش گذاشت و از اون موقع به بعد دیگه شد نماد پاپ ها. و در دست اون یکی فرشته 2 تا کلیده که بهتون گفتم در موردش که هم تاج و هم 2 کلید نماد منصب پاپی یا سریر مقدسه. حالا راجع به سربازای مخصوص واتیکان صحبت کنیم که با لباس‌های نارنجی، آبی و قرمز و کلاه بره مشکی گارد سوئیسی نام دارن. گارد سوئیسی ارتش کشور واتیکانه که محافظت از پاپ و واتیکان رو بر عهده داره و یکی از قدیمی ترین و کوچکترین ارتش‌های دنیاست که از 500 سال پیش که پاپ جولیوس دوم 150 تا از این سربازای سوئیسی رو استخدام کرد که ازش محافظت بکنن، همونجا 140 تاشون جونشون رو در راه حفاظت از پاپ از دست دادن. اونا به وفاداری معروفن. از همون زمان سربازان سوئیسی وظیفه‌شون همین محافظت بوده که همین الان هم 135 تا از این سربازا در حال خدمتن که البته بیشتر نقش اجرای مراسم تشریفاتی رو دارن. تو مراسمات تشریفاتی پاپ این لباس با قدمت 500 سال پیش اثر طراح دوناتلو بر اساس پرچم‌های لشکرهای سوئیسی در اون زمان طراحی شده. حتی توی مراسمات تشریفاتی که انجام میدن تبرزین قدیمی و شمشیر دارن، یعنی با همون وسایل سنتیشون خدماتشون رو انجام میدن. و جالبه بدونین که اعضای این ارتش حتما باید سوئیسی باشن، بین 19 تا 30 سال داشته باشن، قدشون حداقل 173 باشه، حتما مجرد باشن و به زبان ایتالیایی باید صحبت کنن، یعنی ملیت سوئیسی داشته باشن و ساکن ایتالیا باشن. و حداقل هم 2 سال خدمتشون طول میکشه، یعنی وقتی استخدام میشن از بین 2 تا 20 سال میتونن خدمت کنن. حالا راجع به بنا و شکل‌گیری شهرش بیایم با هم صحبت کنیم. در مقابل کلیسای سن پیتر میدون سن پیتر که توسط برنینی طراحی شده. در 2 طرف میدان 2 تا رواق ستوندار هست که شبیه یک دست یا یک آغوشه که زائرانی که برای زیارت کلیسا می اومدن رو در آغوش میگیره. ستون سنگی بزرگ در میدان سن پیتر که بهش میگن اوبلیسک، یه ستون سنگی مصریه که 600 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2600 سال پیش در مصر تراشیده شده و حدود 2000 سال پیش امپراتور رومی این رو از مصر به روم منتقل میکنه و نزدیک سیرک نرون که مکانی برای مسابقه بوده نصبش میکنه. حتی 500 سال پیش وقتی این کلیسا، یعنی کلیسای سن پیتر رو ساختن، پاپ دستور میده که این اوبلیسک رو جابجا کنن و بیارن سر جای فعلیش برپا کنن. این اوبلیسک 25 متر از سنگ گرانیت ساخته شده و تنها اوبلیسکی که در طول 2000 سال برپا بوده و حتی یه بارم با وجود زلزله و تمام بلاهای طبیعی نیفتاده. و 80 سال بعد از نصبش برنینی این میدون رو به شکل یه بیضی طراحی میکنه که این اوبلیسک دقیقاً در مرکزش قرار داره، که تحت نظریات کوپرنیک که میگفت زمین روی مداری بیضی شکل به دور خورشید میچرخه، پس اوبلیسک نماد خورشید و پاپه و همه به دور اون میچرخن. درسته که واتیکان کوچکترین کشور جهانه و جزء کم جمعیت ترین کشور هاست، ولی سالانه 5 میلیون بازدید کننده به این کشور میان. فراموش نکن که یوتیوبم رو سابسکرایب کنی، این ویدیو رو لایک کنی و توی کامنت بهم بگو که دوست داری ویدیوی بعدی توی این پلیلیست
راجع به کدوم مکان تاریخی توی روم باشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.